درودی دوباره. ما یه اتچمنت HS گذاشتیم تو ویدیومون، انصافا بهترین اتچمنته، یعنی رو دستش نیست واقعا، ولی وان شات که میکنه کاری ندارم. اونایی که ناکن رو نمیتونه وان شات کنه. اینجا من فکرم یارو باته، گفتم یه هدشات بزنم، دیدم نه آقا بات نیست، داره دمیج میده. واسه که حواستون باشه خیلی این کارو میکنه، اسکین بات برمیدن. نگاه کن یارو من چه فاصله وان شات میکنم، همین دعاشون. نگاه کن فقط یارو وسط 10 متر اونورتر وان شات میکنم، بعد یارو ناک افتاده، هر چی میزنم آقا این وان شات نمیشه. این یکی، این دوتا، این سومی تازه یارو فینیش شد. یعنی من نمیفهمم. این اتچمنت هم داخل چنل گذاشتم، حتما برید نگاه کنید. اینم نگاه کنید، این دیگه با اسکوپ میزنم ولی بازم هیچی نمیشه. لینکش همون پایین هست، رو ویدیوهای مرتبط میتونید بزنید و برید اونم نگاه کنید، اتچمنت‌ها رو بردارید. اینجا هم دوباره همون مشکل پیش میاد. دوباره یه اتچمنت 117 هم گذاشتم که اینه، اصلا لگد نداره. نگاه کنید چه کیلی باش میزنم و چه فاصله، یا نه کجا من دمیج داد، یه کلش فقط معلوم بود. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی عشقید و با این کارتون خیلی بهم انرژی میدید و تا یه ویدیو دیگه مراقب خودتون باشید.